انا کی دوزیده به در حیوانی مرا نوشگری شوا نمونه جورا مو پیش نمیسی ها اگه خمو چیکار میکنه وزیرش اما اگه اون روی حال از دستم دایی جان چی گفش دستن بو فکرش نکه خطرناکه اورست باور داری؟ کی جورات است عمری تنها را مکر اجازت نمیته عمری بس نمیتونم دست هفته کبیدونه خواهد پده در خونه وا میخره فهمیدی اما تو نره که تو نگاه کنه ما باید توچک بوده آیا یاران زور بدین کو چی یو داو پاریده سیان بشخی پاریده وایو دهو پریده سیان ما تا ساستا گویا باز کنه بخفه چور آمده تامو میکفونیم شون خای کدوم میگیره دا شیف میفهمونه یا منه آچا جان من فکر میکنم که تیا یگان جاد نشکسته خدمت شناس میکنم من دکتر زرینه من خودم میدونم که شما کیه بشوخی؟ ها شما دشمنوه ناشگری دیدن جونوار مرا ترتونی این بچه را ما هیچی نمیترسیده مراتز دشمنو تو همش خطا فهمیده او حیوان هم آدمای گمراه کرده ای بازیچه نیست او دوستی تیا دوزیدک و ما میخوایم دستی یاردم کنیم تو گفتنی که او را قبلیده خیلی خیلی کنه ما شفی دخترم با او دشمنی مای ما باید او را برگردانم تو فهمیدی مرا جنابی مختار التماس خواهی من رئیس گوش کنه من باید او در اوگاهی ما کتی دوستم باید یاورم با او را به خونه برگردونم همه قچه من مرا در میتونم خونه ویه با ورتلیات خونه تون برا و همون هم ساق سلامه اکتمه دا جای ویه بگو ما میدونی او حیوان برای ما خیلی مهم بود ما خیلی زیقیم که او گریخت من هم میدونم که جانو نیکی میدونم که به او با کجا میروم اورست او تو را تباردو تا جای بیده اورست تو ما را نجات دادی فقط مونده که محل ده کجایه ما یا چی را فهمیدم که خمان عیبی خیلی دوره نه که جای خودش گناهگاره او برای چی او پیش خود مونده نپری برای چی وقتی در کاری نمیپره او میپرید او حرکت کرد لیکن چی لوش خیلی که اول ده کچی ما نمیخواست بیاید لیکن آمد او برای اون بود که غمی تره میخورده برای اون که تو کتی او خشتی نه او به خاطر ترم